یکی دیگر از اصلی ترین دلایل ایجاد التهابات پوستی، فعالیت‌های قارچی و باکتریایی روی پوست میباشد که برای رفع قارچ استفاده از نیاسین یا نیکوتینیک اسید یا همان ویتامین B3 موجود در عصاره‌های شلتوک برنج، زردچوبه، بذر شنبلیله و میخک بسیار مؤثر خواهد بود. ساپونین‌ها و سالیسیلیک اسید نیز خواص ضد قارچی دارند. سالیسیلیک اسید یکی از اسیدهای عالی است که دارای مصارف دارویی متعددی است و از منابع گیاهی مختلفی استحصال می‌شود. عصاره همیشه بهار و گلرنگ که در ترکیبات هرفرند از آن استفاده شده حاوی مقادیر قابل توجهی اسید سالیسیلیک هستند. برای از بین بردن باکتری‌ها نیز می‌توان از خواص کروکومین و کاتچین بهره برد. کاتچین مولکولی از خانواده فلاوونوئیدهاست و منابع مختلفی دارد. برای مثال 70% از فلاوونوئیدهای موجود در چای سبز کاتچین می باشد. علاوه بر ترکیباتی که به آنها اشاره کردیم، ترکیباتی وجود دارند که هر دو خاصیت ضد قارچ و ضد باکتری را با هم دارند. مانند کوئرستین که توانایی ضد قارچ و ضد باکتری بالایی دارد، یا تانن که ماده‌ای طبیعی است و در عصاره بسیاری از گیاهان وجود دارد. مزایا و کاربردهای زیادی در داروسازی و محصولات آرایشی و بهداشتی داشته و دارای خاصیت منقبض کنندگی بسیار خوبی است. این ماده در عصاره بذر شنبلیله، چای سبز، گل ختمی و گل محمدی وجود دارد. همانطور که قبلا توضیح داده شد، اوژنول روغن فرار گیاهی می باشد که ماده اصلی گیاه میخک است. کارواکرول نیز یکی دیگر از این نوع روغن هاست. از خواص اوژنول و کارواکرول به صورت توامان خاصیت ضد قارچی و آنتی باکتریایی است. اولئوروپین نیز ماده‌ای فعال و موجود در برگ زیتون است و در برطرف کردن قارچ‌ها و باکتری‌ها بسیار مؤثر است. یکی دیگر از مواد تاثیرگذار در از بین رفتن قارچ‌ها و باکتری‌ها به صورت توامان اسیدهای فنولیک هستند که این مواد مغذی گیاهی و شیمیایی در اسیدهای فنولیک پلیفنول نام دارد. همچنین میتوان به موسیلاژی نیکوتین و ترکیبات فنولی موجود در گل ختمی و فنتیل الکل، سیترونلول، لینالول و ژرانیول موجود در عصاره گل محمدی برای رفع این مشکل اشاره کرد. با توجه به وجود ترکیبات فراوان ضد قارچ و ضد باکتری موجود در هرفرند میتوان گفت این محصول دارای خاصیت ضد قارچی و ضد باکتریایی بسیار بالایی است و در فرایند از بین بردن التهابات ناشی از فعالیت‌های قارچی و باکتریایی بسیار خوب عمل می‌کند.